وقتی حلیممون به غلظت رسید خوبی نرم شد، من با بشکوه برقی لهش میکنم. گوشتاشو اول جدا میکنم، گوشتا رو جدا له میکنم با بشکوه برقی. بعد خود گندم رو له میکنم، بعد دوتاشو با هم مخلوط میکنم و این ترکیبشو میکنم و میذارم یک 10 دقیقه تا ربع ساعت دم بکنه.